شروع قرن 20 فیزیک کلاسیک منظور قوانین مکانیک نیوتنی و قوانین الکترومغناطیسی مکسول تونسته بودن توضیح بسیار خوبی برای پدیده‌های طبیعت ارائه بدن. در اون زمان دو تا موضوع چالش برانگیز ذهن دانشمندان فیزیک رو به خودش مشغول کرد. یکی موضوع بحث سرعت نور بود و ثابت بودن سرعت نور از دید ناظرهای مختلف که با مکانیک نیوتنی مطابقت نداشت. پیگیری این موضوع توسط اینشتین در 1905 منجر به تولد نظریه نسبیت خاص شد. این نظریه در 1915 هم با نگاهی که اینشتین به گرانش داشت تعمیم پیدا کرد، با نسبیت عام ادامه پیدا کرد. اما موضوع دیگه‌ای که جای بحث داشت برای دانشمندان در اون زمانها موضوعی بود تحت عنوان تابش گرمایی که البته خیلی رابطه نزدیکی داشت با پدیده‌ای تحت عنوان پدیده فوتوالکتریک. امثال پلانک و البته اینشتین و خیلی های دیگه روی این موضوع کار میکردن که چرا کیف تابشی یک جسم با آنچه که فیزیک کلاسیک توضیح میده مطابقت نداره و چرا انتظارات کلاسیکی که از پدیده فوتوالکتریک داریم برآورده نمیشه. پیگیری این موضوع هم در همون سالهای اولیه قرن 20 منجر شد به تولد نظریه‌ای که امروزه بهش میگیم کوانتوم. در واقع دریچه‌ای شد، دروازه‌ای شد برای ورود ما به بحث مهم فیزیک کوانتوم. خب فیزیک کوانتوم متولد شد، گسترش پیدا کرد و در طول قرن 20 و تا امروز تحولات خیلی زیادی هم بر نگاه ما بر جهان پیرامون و هم در صنعت و تکنولوژی و زندگی روزمره داشته و هر روز تقریباً با اخبار متعددی از دستاوردهای مبتنی بر این تکنولوژی در واقع روبرو میشیم. اما واقعاً داستان کوانتوم چی بود و چی شد که ما وارد این وادی شدیم؟ پدیده فوتوالکتریک یک دروازه ورود بسیار خوب و علمی برای ورود به بحث کوانتوم هست. اینشتین چجوری فوتوالکتریک رو توضیح داد؟ چجوری کوانتش رو وارد مسئله کرد و چجوری کوانتیته دیدن امواج الکترومغناطیس کمک کرد به توجیه این پدیده؟ با ما همراه باشید با بررسی پدیده فوتوالکتریک. فیزیک کوانتوم نه یک قدم رو به جلو که شیوه‌ای نوین برای درک واقعیته. اینشتین دری رو برای ما باز کرد که حالا داریم از طریق اون به دنیای دیگه درون دنیای خودمون نگاه میکنیم. دنیای از جنس انرژی و پارادوکس که پذیرفتنش برای هر کسی ممکن نیست. بحثمون رو با دو تا گزاره ساده شروع بکنیم. گزاره اول این که فلزات دارای دریای الکترون آزاد هستند. الکترون آزاد به معنی الکترونی که با صرف انرژی‌های قابل قبول میشه انتظار داشت که اون رو بتونیم از سطح فلز جدا بکنیم. این انرژی جدا کردن برای این الکترون‌های آزاد رو از طریق منابع مختلفی میشه در اختیار این الکترون‌ها قرار داد. واکنش‌های شیمیایی یه مثال خوب برای این موردن. گزاره دوم در واقع مبتنی بر آن چیزی است که از الکترومغناطیس یاد گرفتیم. این که امواج الکترومغناطیس حامل انرژی هستند. خب ایده ما با ترکیب این دو گزاره ساده در واقع شکل میگیره. اگر من یک تابش الکترومغناطیس رو با انرژی کافی به سطح یک فلز بتابونم، انتظار دارم که این تابش الکترون‌هایی را از سطح فلز جدا بکنه. میایم ما چند تا تعریف ساده و مفهوم اولیه رو با هم مرور میکنیم. خود پدیده فوتوالکتریک که موضوع بحث ماست، رخدادی است که انتظار داریم اتفاق بیفته که اگر تابشی رو به سطح بتابونیم انتظار داریم در صورتی که شرایط مناسب باشه الکترون‌های از سطح جدا بشن. این جدا شدن الکترون‌ها از سطح توسط تابش رو پدیده فوتوالکتریک میگیم. این الکترون‌های جدا شده از سطح که بازیگرهای اصلی در واقع موضوع ما هستن رو بهشون میگیم فوتوالکترون. پدیده فوتوالکتریک رو مثل هر پدیده دیگه‌ای از منظر قانون مهم پایستگی انرژی بررسی خواهیم کرد. به این منظور
انرژی منتقل شده توسط تابش به الکترون ها رو با متغیر ای نشون میدیم. طبیعتاً به راحتی میشه پذیرفت که برای جدا کردن الکترون از سطح نیاز به یه مقدار انرژی داریم. خب این مقدار انرژی رو با W نشون میدیم و اینکه اگه فوتوالکترونی جدا بشه از سطح، قاعدتاً این فوتوالکترون دارای مقدار انرژی جنبشی خواهد بود و این انرژی جنبشی رو با K نشون میدیم. قانون پایستگی انرژی ایجاب میکند که این انرژی تابیده شده توسط موج الکترومغناطیس بخشی از اون صرف جدا کردن الکترون بشه و باقی مانده به صورت انرژی جنبشی در اختیار فوتوالکترون ها باشه. بد نیست این رابطه رو به این صورت هم نگاه بکنیم. شاید گویاتر باشه که انرژی جنبشی فوتوالکترون ها برابر است با انرژی تابش منهای مقدار انرژی که برای جدا کردن الکترون ها از سطح صرف کردیم. این رابطه به من میگه که انرژی جنبشی که در اختیار فوتوالکترون ها قرار میگیره توسط دو عامل تعیین میشه که چقدر باشه: انرژی تابش و انرژی مورد نیاز برای جدا کردن الکترون ها. در ضمن این پیامد مهم رو هم برای من داره که اگر انرژی تابشی، انرژی تابیده شده از انرژی لازم برای جدا کردن الکترون از سطح بزرگتر باشه یا حداقل مساوی، انتظار دارم که من فوتوالکترون داشته باشم و پدیده فوتوالکتریک رو مشاهده بکنم. اجازه بدید که نگاه دقیق تری داشته باشیم به اون چیزی که اسمشو گذاشتیم پدیده فوتوالکتریک. داستان از این قرار است که ما یه تابش الکترومغناطیس رو به سطح یک فلز خواهیم تابون. این تابش الکترومغناطیس حامل یه مؤلفه میدان الکتریکی ای هست. خب ما از کلاسیک میدونیم که اگر بار الکتریکی Q با میدان الکتریکی ای برهم کنش بکنه، به عبارت داخل میدان الکتریکی ای قرار بگیره، اون وقت بهش نیروی F وارد خواهد شد. در این داستان ما میدان الکتریکی رو با تابشمون تأمین میکنه. Q هم نقشش رو الکترون های آزاد فلزمون بازی خواهد کرد. بنابراین به این الکترون ها نیروی F وارد خواهد شد و این نیروی F میتونه دامنه نوسان این الکترون ها رو بالا و بالاتر ببره و برای اون الکترون هایی که دامنه نوسان به اندازه کافی بالا بره شانس اینو دارن که از سطح فلز و از قید هسته در واقع آزاد باشن و ما اینا رو به صورت فوتوالکترون مشاهده بکنیم. منتها نگاه ما نگاه انرژی است، یعنی از منظر قانون پایستگی انرژی داریم به قضیه نگاه میکنیم. به صورت معادل بیان به این صورت خواهد بود که تابش الکترومغناطیس انرژی ای رو تأمین خواهد کرد. این ای انرژی تابشی است. این ای بالا که با بردانشون دارم میدان الکتریکی است، با هم اشتباه نشه. تابشمون انرژی الکتریکی انرژی ای رو تأمین خواهد کرد. این انرژی اگر از انرژی مورد نیاز برای جدا کردن الکترون هدف در واقع بیشتر باشد، اون وقت الکترون جدا میشه و ما فوتوالکترون رو خواهیم داشت. به عبارتی اگر شرط این که انرژی دریافت شده توسط الکترون هدف از اون انرژی مورد نیاز برای جدا کردن اون الکترون از سطح فلز بزرگتر باشه یا حداقل مساوی باشه، من پدیده فوتوالکتریک رو خواهم دید. خب این قضیه از منظر این چیز. داستان ما برمیگرده به این که به این انرژی تابش الکترومغناطیس چجوری نگاه کنیم، یعنی تفسیر ما از این انرژی چیست. به لحاظ کلاسیکی اول نگاه میکنیم، یعنی نگاهمون رو محدود میکنیم به نگاه کلاسیکی. کلاسیک در مورد این ای به ما چی میگه؟ خب این انرژی است که تابش الکترومغناطیس قرار است که به الکترون منتقل بکند. طبق مدل کلاسیکی این مقدار انرژی رو فاکتورهایی تعیین خواهند کرد، شامل
یکی شدت تابش دریافت شده توسط الکترون ها، یعنی انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه و به این الکترون هدف میرسه، و همینطور فرکانس در واقع تابشی، این که شما از چه فرکانسی در مسئله‌تون استفاده خواهید کرد. خب کلاسیک به من میگه با تنظیم این دوتا کمیت یعنی I و F کاری بکن که این شرط محقق شه. خب در گام اول من از بین این دوتا آزادی عمل میرم سراغ I. یعنی چی؟ یعنی فعلا یه فرکانس مشخص رو برای آزمایشم تعیین میکنم. یعنی هدفمون رو این میذاریم، میگیم یه فرکانس مشخص انتخاب میکنیم و با اون فرکانس مشخص تلاش میکنیم که پدیده فوتوالکتریک رو ببینیم. خب کلاسیک چی میگه؟ میگه بسیار خوب، فرکانسی که ثابت کردی میره کنار، هنوز آزادی عمل در آی رو داری. آی رو انقدر بالا ببر تا این شرط محقق بشه. خب آی رو چجوری بالا ببرم؟ من میدونم باز دوباره که آی میشه توان واحد سطح. خب یعنی مقدار انرژی که از واحد سطح میگذره در واحد زمان، توان. بنابراین اگر من توان مربوط به منبع رو افزایش بدم، معادل اینه که آی رو افزایش دادم. خب بنابراین میام و توان رو کنترل میکنم، منابعی با توانهای مختلف استفاده میکنم. به زبان ساده مثلا از اگر نور مرئی استفاده میکنم 1 لامپ، میتونم از لامپ 10 وات، بعد 50 وات، بعد که لازم شد 100 وات، 200 وات و الی آخر استفاده کنم. توان رو افزایش میدم، شدت افزایش پیدا میکنه. طبق نظریه کلاسیک وقتی شدت رو افزایش بدید، این مؤلفه میدان الکتریکی افزایش پیدا میکنه، بنابراین نیرو بزرگتر میشه، یا از منظر انرژی که به الکترون وارد میشه یا توسط الکترون دریافت میشه بالا میره. این انرژی انتظار داریم بالاخره انقدر افزایش پیدا بکنه که شرط محقق بشه. به علاوه همه اینها، خب مقدار انرژی دریافت شده توسط الکترون به زمان هم بستگی داره. این در نگاه کلاسیکی این انرژی موج الکترومغناطیس یک رودخانه پیوسته است و شما هرچی مدت زمان بیشتری الکترون رو در معرض این تابش قرار بدید، سهمش از این رودخانه پیوسته بیشتر خواهد شد و انرژی دریافتیش بیشتر خواهد شد. بنابراین من انتظار دارم که یک پدیده فوتوالکتریک رو با هر بسامدی از تابش الکترومغناطیس ببینم. چرا؟ چون وقتی بسامد رو ثابت کنم و فیکس بکنم، آزادی عمل در شدت رو هنوز دارم، شدت رو افزایش میدم، بنابراین میتونم امیدوار باشم به شرط رخ دادن پدیده فوتوالکتریک، یعنی انرژی تابش از W بیشتر باشه، برسم. انتظار دومی که دارم اینه که خب وقتی پدیده فوتوالکتریک رو موفق به انجامش شدم، یعنی فوتوالکترون جدا کردم، از اون لحظه به بعد اگر شدت رو افزایش بدم، اون فوتوالکترون هایی که آزاد میشن از اونجا به بعد باید با انرژی بیشتری آزاد بشن و من با افزایش شدت باید افزایش در انرژی جنبش فوتوالکترون ها رو مشاهده بکنم. اینا انتظارات کلاسیکی منن، مبتنی بر قانون پایستگی انرژی، یعنی این رابطه‌ای که اینجا داشتیم که این انرژی تبدیل میشه به انرژی جنبشی فوتوالکترون ها و انرژی مورد نیاز برای جدا کردن اونا، یا به صورت معادل و بهتر بنویسم کا مساوی با ای منهای دبل. اینا انتظارات کلاسیکی من از این پدیدن و البته نگاهی که به رفتار ای دارم از منظر کلاسیکی. بنابراین من قانون پایستگی انرژی رو نوشتم و تفسیر خودم رو از این کمیت ای، تفسیر کلاسیکیم رو هم کنارمون قرار دادم و این انتظارات رو حالا دارم که در آزمایش مشاهده بکنم و
به این نتایج برسم که اینا رو بتونم تأیید کنم. اولین نیازی که داریم این است که یک ابزار مشاهده داشته باشیم. دقت بکنید، تأکید میکنم فعلا من از مشاهده دارم صحبت میکنم و نه اندازه‌گیری. خب الکتروسکوپ میتونه گزینه مناسبی باشه. اولا به این دلیل که میتونیم به روش‌های خیلی معمولی و دم دستی تجمعی از الکترون ها روی صفحه الکتروسکوپ ایجاد بکنیم. این صفحه الکتروسکوپ برای ما نقش سطح فلز رو بازی میکنه که تجمع از الکترون ها دارن و میتونیم این الکترون های در واقع جمع شده روی صفحه الکتروسکوپ رو به روش های از این سطح جدا بکنیم. مثلا اتصال به زمین یک نمونهشه و اینکه از اون مهمتر این که هر گونه جدا شدن الکترون از این سطح خودش رو با تغییر یا کاهش بهتره بگم در زاویه مربوط به عقربه الکتروسکوپ نشون میده. بنابراین میگم که هر گونه کاهش در زاویه مربوط به عقربه الکتروسکوپی که با بار منفی باردار شده، دال بر این و شاهدی است بر این ادعا که الکترون ها از این سطح جدا شدن. این میتونه ابزار خوبی باشه که در مرحله مشاهده کمک بکنه ببینم آیا این اتفاق میفته یا خیر. خب با این مقدمات میریم سراغ تجربهمون. الکتروسکوپی رو توسط بار منفی یعنی الکترون ها باردار میکنیم و یک منبع الکترومغناطیس که اینجا ما یک نور مرئی رو استفاده کردیم ولی با یک فرکانس مشخص، تاکید میکنم با یک فرکانس قابل تنظیم و مشخص انتخاب میکنیم و موج الکترومغناطیس یا تابش الکترومغناطیس رو به صفحه الکتروسکوپ میتابونیم و حواسمون به زاویه هست که ببینیم تغییری میکنه یا خیر. خب سعی میکنیم که مطابق انتظار کلاسیکی بالاخره این پدیده رخ بده. خب کلاسیک به ما میگه اگر رخ نداد شما شدت رو زیاد کن. شدت رو یعنی توان تابشی این رو زیاد کن. 100 وات رو بکن 1000 وات، 1000 وات 2000 وات و الی آخر. و به اندازه کافی اگه صبر بکنی باید پدیده فوتوالکتریک رو ببینی. اما تجربه های آزمایشگاهی ما بیانگر این واقعیت عجیب است که این اتفاق هرگز رخ نمیده. یعنی با بالا بردن شدت، با صرف زمان موفق به جدا کردن الکترون ها از کلاهک الکتروسکوپ نمیشه. در ادامه تلاشمون میایم و با فرکانس های دیگه‌ای این تجربه رو تکرار میکنیم. فرکانس هایی حالا پایینتر از فرکانس قبلی یا پایینتر از اون یا بالاتر و متوجه میشیم که اگر فرکانسمون رو یه مقدار مشخص انتخاب بکنیم، یعنی فرکانس های مشخصی رو در آزمایش به کار ببریم، پدیده فوتوالکتریک مشاهده میشه و جمع‌بندی این تجربه رو به این صورت در واقع برای خودم یادداشت میکنم که شرط لازم و کافی برای که پدیده فوتوالکتریک رخ بده این است که فرکانسی که استفاده میکنیم در آزمایش از یه مقدار مشخصی که اسمشو من فعلا با موقتا F0 میذارم حتما بزرگتر مساوی باشد. این شرط مغایر است با انتظارات کلاسیکی من. کلاسیک برای پدیده فوتوالکتریک روی فرکانس شرطی نمیذارد و پیش بینی میکند که پدیده فوتوالکتریک در هر فرکانسی رخ بده. اما مشاهدات من نشون میده که برای رخ دادن پدیده فوتوالکتریک حداقل در مرحله مشاهده
من به یک حداقل فرکانسی نیاز دارم و اگر فرکانس منبع از اون فرکانس مشخص کمتر باشد، من شاهد پدیده فوتوالکتریک نخواهم بود، حتی در شدت‌های بالا و حتی در زمانهای زیاد، یعنی با صرف زمانهای زیاد. و این در واقع تمام انتظارات کلاسیکی من رو زیر سوال میبره. انتظار کلاسیکی به این معنی که انتظار داشتم پدیده فوتوالکتریک رو با هر بسامدی ببینم، بالاخره ببینم. خب اما اینطوری نیست و این مشاهده آزمایشگاهی به من واقعیت‌هایی رو میگه. اولین واقعیت جالب و قابل توجه این که همونجور که عرض کردم شرط لازم و کافی برای رخ دادن پدیده فوتوالکتریک از سطح یک فلز خاص اینه که بسامدی که میتابونید به سطح فلز از یک بسامد مشخصه حتما بزرگتر باشه. این شرط عرض کردم که در کلاسیک پیش بینی نمیشه. اما اتفاق دیگه ای هم میفته، تجربه دیگه ای هم برای من حاصل میشه که اون هم حائز اهمیت هست و اون این که اگر این شرط رعایت بشه، یعنی فرکانس منبع با این شرط انتخاب بشه، به گونه انتخاب بشه که این شرط رو برآورده بکنه، اصطلاحاً پدیده فوتوالکتریک رو من به صورت آنی مشاهده میکنم. یعنی از مرتبه 10⁻8 ثانیه تا 9-10 ثانیه بیشتر طول نمیکشه بعد از دریافت تابش که الکترون‌ها از سطح جدا میشن و این بسیار جالب و تأمل برانگیزه برای دیدگاه کلاسیکی. خب اینجا با این سوال روبرو میشیم که چه اتفاقی افتاده و ما کجا رو بد تفسیر کردیم یا کجا انتظار ما در واقع منطقی نیست و چرا آنچه پیش بینی کردیم در عمل مشاهده نمیشه و اصطلاحاً چه تجدید نظری باید در مورد داشته‌هامون داشته باشیم. البته هنوز در این مرحله برای اینکه آنچه را از کلاسیک انتظار داشتیم زیر سوال ببریم زود است. چرا؟ چون آنچه که دیدیم صرفاً مشاهده است و نه اندازه‌گیری به معنی که در فیزیک مطرح است. اندازه‌گیری دقیقی که بشه بر مبنای اون انتظارات کلاسیکی رو زیر سوال بود. یادمون نره که کلاسیک انتظار دومی رو هم برای ما ایجاد کرده بود و اون این که اگه پدیده فوتوالکتریک رخ داد، حالا شدت تابش رو زیاد بکنیم، باید انرژی جنبش فوتوالکترون افزایش پیدا بکنه. این انتظار خب لازمش اندازه‌گیری‌های دقیق است، این که من انرژی جنبش فوتوالکترون ها رو بتونم اندازه‌گیری بکنم و این گزاره رو درستی یا غلطیش رو ارزیابی کمی بکنم. در آنچه که توضیح داده شد و مشاهده شد من قادر به ارزیابی این بخش نیستم. برای اینکه هم این انتظار ارزیابی شود و هم این که در واقع مطمئن بشیم که انتظارات کلاسیکی ما دچار اشکال هستن، نیاز است که پدیده فوتوالکتریک رو به صورت کمی هم بررسی داشته باشیم و در مورد اون صحبت.